دوستان عزیز، پیرو فیلم‌های قبلی که در رابطه با مواد نانو رادیاتور رلیمون خدمتتون عرض کردم، جایگزین آب رادیاتور و مکمل ضد یخ. توی فیلم‌های قبلی که دیدید، همونطوری هم که این دوستمون گفت، با توجه به کولر روشن ساعت تقریبا ساعت 12:45 است. کولر ماشین روشنه، دمای آب الان چیزی حدود 1.5 ساعت ماشینم روشنه که میبینید تقریبا 82 درجه است. این ماشین الان هلوهوش 40 دقیقه نیم ساعت داره کار میکنه. دمای آبی که من تا این ساعت پشتش فرمان رانندگی کردم هنوز به 90 درجه نرسیده با کولر روشن. این قدرت واقعی مایع نانو رادیاتور رلیمونه. متشکرم از شما دوستان.